اگه تو هم دغدغه جذب هنرجو و مشتریه، این ریلز برای توه. اولیش مربوط به آپدیت بودنه. من به شخصه هر سال گاهن سالی 2 بار آپدیت میشم. مسئله دوم مربوط به تک لاین شروع کردن، یا طراحی یا سیستم کد یا سیستم جل رو انتخاب کن. مسئله مهم بعدی اینه که منم پیش مدرسای زیادی رفتم، ولی با این شرایط یک کلاس میرم، تمام نکته هایی که گفته رو حفظ میشم، فیلم هاشو بارها و بارها میبینم، اجرا میکنم. وقتی کامل درونم نشست، بعد کلاس بعدی یا مدرس بعدی رو انتخاب میکنم. مبحث چهارم مربوط به خلاقیت و تنوعه. این دیگه چیزی نیست که من مدرس بتونم بهت انتقال بدم. نیاز دارم که تو روی دیدت، تفکرت و خلاقیتت کار کنی و اونها رو فقط توی ذهنت نگه نداری، اجرا کنی. مسئله بعدی فن بیانه. منم روز اول بلد نبودم باید به چه ترتیبی آموزش بدم یا چجوری جمله بندی کنم، اما از من مدرست کمک بگیر، صدامو ضبط کن و اونا رو با خودت جلوی آینه مرور کن. مسئله ششم عکاسی، نورپردازی، تولید محتواست. مسئله هفتم مربوط به فضای مجازیه. یعنی شما اینستاگرام داشته باشی و توی اینستاگرامت از اینکه چه نمونه کارهایی میزدی، الان داری چه نمونه کارهایی میزنی، چه راهی رو رفتی و الان اگر کلاس برگزار کنی کلاست رو چجوری مدیریت میکنی. مسئله هشتم مربوط به اینه که یک نظم و یک استمراری داشته باشی. مسئله نهم مربوط به تولید محتواهای آموزشیه. من بهتون میگم که یه سری نکته یاد بدید، ولی نمیگم که بیا هر چیزی که تو کلاست هست رو بریز توی اینستاگرام. مسئله دهم اصلی ترین موضوعی که میخوام بهت بگم. زمانی که میخوای یک مدرس باشی، دیسیپلین داشته باشی. امیدوارم نکته هایی که واسه جذب هنرجو بهت گفتم به دردت بخوره. هر نظر و ایده یا حتی هر سوالی که داری و توی کامنت برام بنویس و ریل بعدی مربوط به جذب مشتری.